برای آدم‌های نسل بعد غریبه ایم. هیچ کس نمی‌فهمد در دلمان چه چیزهایی دفن شده. ما همه آنها را با خود به گور می‌بریم. غم امروز و فردای ما برای کسی در آینده اهمیتی ندارد. شاید اگر شانس بیاوریم و در یادشان باشیم، آن هم ما نیستیم، تصوری هستیم که از ما در خیالشان نقش بسته. مرگ با زندگی می‌آید و می‌شوید نقش گذشته و حال آدم را و ناگهان انسان نیست می‌شود، گویی که از اول نبوده. جز اثری که ما روی قلب‌ها می‌گذاریم چیزی از ما نمی‌ماند. هیچ چیز جز اثر. کلمات می‌مانند، آدم‌ها می‌میرند. نقش‌ها می‌مانند، آدم‌ها می‌میرند. صداها می‌مانند، آدم‌ها می‌میرند. دیر یا زود مرگ به سراغمان می‌آید و ما نیست می‌شویم. اما کلمات و نقش‌ها و صداهایمان می‌مانند تا قرن‌ها.